دکتر احمدزیا ایوی. خوشبختانه مشکلاتی که قبلا موجود بود، رقص و پایکوبی و مشکلات و استفاده از دخانیات و الکل و غیره و غیره، فضل خدا با آمدن امارت اسلامی و همکاری امر بالمعروف اینها از بین رفته و اکثریت مردم راضی هستند و خوش هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. والله سابق رسانه ها چیزای غیر صحیح رو نشان میداد، اما حالا فعلا کل چیزای درست نشان میداد. سابق خود سریالای خارجی بود و فیلمای خارجی بود، چیزای غلط بود، چیزی بود که از اون کسی چیزی برداشت کردن نمیدونست یا چیز درست. اما حالا فعلا کل چیز منظم از وقتی که وزارت امر بالمعروف اومدن انشالله کل چیز درست پیش میره. وحیده شیرزاد هستم. قبلا که بود سری مبتذل بود، بعض برنامه‌های خراب بود، برنامه مثل ستاره افغان، برنامه مثلا رقص بانوان گپ سخنی بود. فعلا هم گپان وزارت امر بالمعروف تغییرات زیاد آمده، هم در رسانه، هم در محیط، هم در شفاخانه، و هم در سراسر افغانستان. منیر احمد هستم، باشنده کابل. قبلا که بود تلویزیون ها، نشرات، سریال های خارجی بود و برنامه های مثلا ستاره افغان بود و دیگه برنامه ها بود. حالا فعلا اون نشرات نیست، فعلا نیست و بسیار خوب شده، تغییرات آمده، موضوعات دینی نشر میشه و آمدن وزارت امر بالمعروف همین تغییرات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از فریدالله رسولی ما. اول خو باید دا وایم چې د امر بالمعروف غړي شفاخانه ته راځي، د شفاخانه نه لیدنه کوي. موږ ټول ترې ډېر خوشحاله یاستو. شفاخانه خو مجموع کې افغانستان داسې یو ځای دی چې ټول شکر مسلمان یاستو او دلته کوم مریضداران او کسان چې راځي ټول په اسلامي لباس، په اسلامي حجاب کې راځي او بالخصوص د امارت په اسلامي غړي د امر بالمعروف کارمندان چې دي، دوی چې راځي زیاتر فوکس کوي او کوم نقطو ته چې مثلا موږ متوجه نه یاستو دوی موږ متوجه کوي او هغه موږ عملي کوو، رسیدگی کوو. د دوی همکاري ته بیا هم ضرورت لرو. موږ ورسره همکار یاستو، ترې خوشحاله یاستو ډېر. اسم نوید راست. فعلا با اومدن امر بالمعروف رسانه ها از چیزای سریال ها، از ستاره افغان یا فعلا کم از چیزای اسلامی زیافتر است. چیزای خرابی نمیبینیم ما تلویزیون ها. فعلا کلش چیزایی هست که اسلامی است. اول روسیه بود، ساز بود، سرود بود، نشاب، باب شراب، تابلت، این چیزا زیافتر بود. حالا فعلا کلش نطخوانی است دیگه، چیزای گپو فعلا نمونده دیگه. با آمدن امر بالمعروف از نطخوانی زیافتر است در هتل‌ها. باز جای دیگه گپم شلو ختم است، شراب و نشاباب و گپوش فعلا نیست. اسم احسان الله محمدی است، یک تن از باشندگان شهر کابل. از قبل چون که ما شما می‌بینیم در حکومت قبلی که ما شما شاهد بودیم در محافلی که برگزار می‌شد و همچنان در اجتماع که ما می‌دیدیم مردم اکثریت حجاب مراعات نمی‌کردن، جوان‌ها همچنان مویاشون درست اصلاح نمی‌کردن که خط می‌انداختن دیگه چیزا. و همچنان در محفل‌های عروسی که می‌دیدیم سابق رقص و پایکوبی بود، ساز و آواز بود و همچنان با روی کار آمدن امر بالمعروف امروزه همین چیزا مکمل بند شده و همچنان در مراسم محفلایی که در هتل‌ها گرفته میشه برگزار میشه، اینا همچنان کارمندایشون میان و تفتیش دارن، همچنان در بازار و جوانان همچنان همیشه مشورای نیک میدن، توصیه میکنن تا که حجاب مراعات